کابل قدمت بیش از 3500 سال دارد و در دوران باستان بخشی از مسیر جاده ابریشم بود. در طول تاریخ حکومت‌های مختلفی بر آن فرمان رانده‌اند، از جمله امپراتوری کوشان، سامانیان، غزنویان، مغولان، تیموریان و بعدها امیر عبدالرحمن خان که آن را به پایتخت رسمی افغانستان در قرن 19 تبدیل کرد. ساکنان کابل شامل اقوام مختلف مانند تاجیک‌ها، پشتون‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها هستند. زبان‌های رایج در کابل فارسی دری و پشتو است. کابل مرکز فرهنگی افغانستان محسوب می شود. دانشگاه کابل قدیمی‌ترین نهاد آموزش عالی کشور است. موسیقی، ادبیات و هنرهای سنتی نیز در این شهر جایگاه ویژه‌ای دارند. باغ بابر، قلعه بالاحصار، مسجد شاه دوشمشیره، منار علم و بنای استقلال، بازارهای سنتی مانند کوچه خرابات و مندوی کابل. با وجود چالش‌های امنیتی و اجتماعی، کابل همچنان مرکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی، فعالیت رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی است. مردم کابل با وجود مشکلات زندگی روزمره را با امید و تلاش ادامه می‌دهند. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان معرفی این ولایت. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. جهت دریافت ویدیوهای بیشتر لطف نموده کانال ما را سابسکرایب نمایید.